در پس منظر اجاره‌های سرشماری فوتبالبازان در میان موسم زمستانی گفتنیم که دومینیک کور به طور اجاره از اینتراخت فرانکفورت به ماینز عوض کرده شد. بایر باشد در نوبت خود با لستر در خصوص صاحب شوی به دمارای گری گفت و شنیده دارد و با همین گری باید که بر عوض 2 میلیون یورو به بوندسلیگا بیاید، علاوه کرده است نشریه اسپورت وان. درود به کل شما دوستان عزیز، این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است که در همین فرصت ها منظورتان میگردانیم. در فرانسه به قول آیس موناکو میخواهد مارسل را خریداری نماید و برای این حمایتگر برزیلی رئال مادرید شرطنامه 3 ساله با ارزش 18 میلیون یورو هم پیشنهاد کرده است. همزمان لتن سپورت فرانسوی از آن میگوید که حمله‌ور ریمز بولایر دیا که یکی از پیشوایان در صف نشانزن‌های لیگ یکم فرانسه می باشد از مقصدهای اصلی ترانسفری کراسنودار گردیده است، هرچند که پیشنهاد رسمی تا حال از جانب بارساگاوان نشده است. در خدمت رسانی سنگالی 24 ساله همچنین تیم‌های بریتانی وست هم، کریستال پالاس و فولهم اشتیاقمندند. در همین حال لوکوموتیو طبق رازیگی طرفین شرطنامه با سلابادان رایکوویچ را قطع نمود. بازیگر 31 ساله سربی در صف تیم مسکوگی با کلاگی 8 بازی گذرانیده و یگان آمار دلخوش کننده را صاحب نشده است. اسپارتاک مسکو باشد در این میان از انجام باوراری گفت و شنیده با فیورنتینا در مورد کاکورین را تصدیق نمود. از روی اطلاعات خبررسان نوبل آریستامیان باشد پس از آنی که جانب‌ها در خصوص این ترانسفر با موافقه رسیدند، تنها جواب خود کاکورین 29 ساله لازم بود و پاسخ الکساندر هم اخیراً با یک رازیگی خاصه آمد. هرچند که در اسپارتاک الکساندر 3 میلیون یورو در یک سال معاش میگیرد، فیورنتینا به فوتبال باز 1.7 میلیون یورو معاش پیشنهاد میکند و نوابسته به کمشوی معاشش کاکورین به سمت آرزوها میشتابد. ارزش گزارش بازیگر باشد قریب 5 میلیون یورو را تشکیل میدهد. کاکورین باشد به صف اسپارتاک تابستان سال 2020 گزارش نموده تا این مولت در صف سوچی بازی مینمود. از روی معلومات ژورنالیست دولوی نیکولاس سکیرا باشد فیورنتینا پیشنهاد شرطنامه 3 ساله به کاکورین کرده است. با وجود کل این آوازها خود اسپارتاک اعلان نمود که الکساندر کاکورین مسند ورزشی در باشگاه سری آ در فیورنتینا ادامه میدهد و با چنین اعلان در انتظار اخیراً آرزوی درینه کاکورین هم جامعه عمل پوشید. باشگاه فلورنسیا باشد از گزارش کاکورین به فیورنتینا پس از معاینه طبی بازیگر که سنه 25 ینور برگزار میگردد اعلان خواهد کرد. چطوری در برنامه پیشین هم گفتیم نسبت حمله‌ور لهستانی ناپولی تا حال اشتیاق زیاد است و تیم ناپولیتانی میتواند حرکتش میلیک را از دست دهد. نفر که تابستان امسال انجام شرطنامه دارد، هرچند که تیم فرانسوی مارسل بر این لهستانی با یک گفته 10 میلیون و با یک سخن 8 میلیون پیشنهاد کرده است. دسته شهر نیاپول این نوبت از برای حمله‌ورش 15 میلیون یورو کار کردنی است و در این باره نیز ژورنالیست نیکولاس سکیرا خبر میدهد. ولی نوابسته به این اخیراً جانب‌ها به توافق رسیده توانستند و باشگاه ناپول اخیراً میلیک را با مارسل به اجاره 1.5 ساله با حق حتمی خریداری 8.5 میلیون یورو روان نمود که تا سنه 30 یونی سال 2022 با حق خریداری حتمی مولت دارد. طبق معلومات ژورنالیست نیکولاس سکیرا پیش از انجام این ارتباط لهستانی 26 ساله با ناپولی شرطنامه تا سال 2022 تمدید نمود، اگر نه که میلیک طبق شرطنامه پیشین تابستان همین سال فوتبال بازی آزاد میشد. با مارسل باشد علاقه این حمله‌ور لهستانی شرطنامه مولتش تا سال 2025 با معاش 4.5 میلیون یورو در یک موسم درست نموده است. مارکا نیز در این میان یک خبری بزرگ را نشر کرد و طبق آن مارتین ادگار اخیراً ستاره رئال نشد و میل رفتن کرده است. رئال باشد در نوبت خود آماده به اجاره دادن نروژی است. در این میان از چنین وضعی نسبتاً قلای اطراف ادگار استفاده برده آرسنال از آمادگی به اجاره گرفتن ادگار را اعلان نمود و چنین نوید را اتلتیک رسانه‌ای کرده است. آرسنال علاقه به رئال از برای مارتین ادگار پیشنهاد ارسال نموده. خبر داده میشود که خود ارتتا خواستاری به دست آوردن نروژی می باشد و چنین معلومات ها باشند در سامانه اسکای اسپورتس پیدا شدند. ژورنالیست دیوید اورستین باشد از آن میگوید که آرسنال اصلا در رقابت برای به دست آوردن ادگار پیشتاز بوده. احتمال می رود که هنوز هفته قبلی بین جانب‌ها و خود بازیگر با تشبث ادو گاسپر گفت و شنیده برگزار گردیده بودند.
بر زمین ارسنال اخیراً شرطنامه کاری با حمایتگر ساکراتیس پاپاستاتوپولوس را قطع نموده. تا حال معلوم نیست یونانی 32 ساله با کدام سمت می رود. اصلا ساکراتیس به صف ارسنال تابستان سال 2018 از بروسیای دورتموند برای عوض قریب 19 میلیون یورو گزارش نموده بود و به طور عموم پاپاستاتوپولوس در صف ارسنال 69 بازی گذرانیده است. بار اخیر باشد این بازیگر 32 ساله ماه آگوست سال 2020 به میدان آمده بود. همزمان ارسنال میتواند بدون مهلت لوکاس تریرا را از اتلتیکو از اجاره بازخوانده و والنسیا فرستاند، چرا که در مادرید این اسپانی وقتی نهایت کمی را پشت سر نمود. جالب است که اروگوئه در اروپا طلبات‌های بیشتری هم دارد. نیکولا بارلا باشد آنقدر جالب در دربی ایتالیا بازی کرد که از این حمایتگر اینتر دیگر بارسا، باواریا و ریال مادرید پیگیر میشوند. راستی کاتالونیا میتوانند زمستان آینده از برایش پول صرف کنند و حتی در تابستان هم با وجود کمبود مالیوی برایشان خریداری این بازیگر اجازه ندهند. می‌نویسد دیارو سپورت. فرناندو لورینتی در ناپولی گرفتار به حال زار که همگی 50 دقیقه در هیئت اساسی در همین موسم میدانداری کرده است و خلاص یک باره زیر نشانی 2 دسته قرار دارد و اینا هم اودینزه و اتلتیک از بیلبائو میباشند. مطبوعات یونانی باشد از آن می نویسد که دروازه‌بان یوری لادیگن که در سال 2020 در صف ارسنال تولا میدانداری میکرد به چمپیونات یونان برگشت و بازیگری باشگاه فوتبال یانین گردید. تا تصدیق‌شوی رسمی این گزارش میگویم که سابق دروازه‌بان زینیت گرانترین بازیگر این تیم یونانی گردید. یوری لادیگن با همین در فینال ماندن نخواست و به چمپیونات یونان برگشت. آرزوی این دروازه‌بان را تیم پاس عملی نمود که برایشان سابق دروازه‌بان زینیت ستاره رئالی گردید. از همین گزارش را سامانه ترانسمارکت تصدیق نموده لادیگن را الکی به هیئت پاس شامل کرده است. سامانه ترانسمارکت یوری را 500,000 یورو نرخ‌گذاری نموده. موسم جالب خود را این دروازه‌بان 30 ساله در صف زینیت هنوز در موسم سال‌های 2017-2018 گذرانیده بود. بر زمین در طول مسند ورزشی خویش یوری لادیگن در صف تیم‌های اولمپیاکوس، گازیانتپ و ارسنال تولا برآمد کرده است و در عموم 6 بازی از سال 2018 تا حال گذرانیده است. تیم یونانی پس باشد پس از 17 دوره چمپیونات در موقع 11 چمپیونات یونان قرار داشته در موسم قبلی همین تیم در لیگ دوم پیروز شده بود. نیمهایگر 37 ساله فیورنتینا و سابق بازیگر دستانی باواریا میونخن فرانک ریبری دستان باشد با انجام شرطنامه خویش برگشت به بوندسلیگا میکند. عین حال من کل اندیشه‌ام را اطراف فیورنتینا تمرکز میکنم و برای دسته فعلیم مهم هستم، اما استثنا نمیکنیم که به بوندسلیگا برمیگردم وقتی که اینجا کل کارهایم را انجام میدم. اقتباس می‌آورد سخنان فوتبالباز فرانسوی را نشریه آلمانی بیلد. در میان روز روشن باشد منچستر یونایتد به حمایتگر لانس فاکوندو مدینا توجه نموده. لاوایکس دو نورد اطلاع میدهد که بهره ارژنتینی 21 ساله مانیکانیو آماده پرداختی 12 میلیون یورو میباشند و نیت دارند که تا آخر سال فوتبالباز را در اجاره در فرانسه بمانند. احتمالاً در منچستر نیت دارند که برایشان رافائل ورانی نو را میگیرند، نفری که پیش از ریال از برای لانس میدوید. بارسلونا باشد در این میان تیار است که برای 25 میلیون یورو حمایتگر امرسون را به پی اس ژی فروشد. اگر درباره این بازیگر نشنیده باشید میگویم که او در صف کاتالونیا یگان دقیقه هم نگذرانیده عین زمان در اجاره در صف بیتیس رنج میبرد. بارسا میتواند از برای این برزیلی 22 ساله که از اتلتیکو مینیرو بر حوزه 12 میلیون یورو در سال 2019 خریداری شده بود 13 میلیون دیگر چون فایده مفت کار کند. همچنین در کشوری معروف با نام ریسپوبلیکای پنجم طبق معلومات‌های لا گازتا دلو سپورت پی اس ژی با امضاکنی لیو مسی باوری کمتر دارد. چرا کل این مشکل در امضاکنی مسی معاش نهایت گران بازیگر ارژنتینی بوده. در بارسا مسی هر هفته 560,000 یورو معاش میگیرد. در چنین رفتار هرچند که قسمت بزرگ عالم شرق در قیاس با غرب ناتوان هم باشد شیخان چنین پول‌های بزرگ را از برای فقط گلزنی‌ها صرف نخواهند کرد. علاوه بر این پی اس ژی می‌خواهد از روما الیساندرو فلورنسی را خریداری نموده. حمایتگر باشد عین حال در صف دسته پاریژ در شکل اجاره بازی می‌کند و ارزش خریداری پوره بازیگر 9 میلیون یورو میباشد. نخستین فوتبال بازی بر عوض کریپتو اسعار خریده شده باشد سابق حمله‌ور کاستیلیا دیوید برال گردید که از راسینگ به تیم دیگری دیویزیون سوم اسپانی
و یا خود اینترنشنال مادرید کوچبندی نمود. این نفر با همین نخستین فوتبال باز در تاریخ گردید که بر بازی کریپتو اسعار خریداری شده است. برای روشن کردن این مفهوم باید گفت که کریپتو اسعار و شمول نمودهای رقمی اسعار وارد شده. اگر به طور عادی بگوییم این سیستم سنی پرداختی می باشد که به پولهای حقیقی برابر شده، حتی قربی رسمی هم دارد. خلاص که خریداری کنی این فوتبال باز برای بازی کریپتو اسعار و شرافت همکاری اینترنشنال با شرکت کریپتان عملی کرده شد. شرکتی که اجازه میدهد تا با استفاده بری حساب بانکی و یا کارت الکترونی کریپتو اسعار خریداری نماید. حمله‌آوری 37 ساله باشد در صف تیم‌های چون کاستیلیا، لوانت، گرانادا و اسپورتینگ خیخون هنرآزمایی کرده است. در این میان حمایتگر میلان کونتی با طور اجاره با خریداری 7 میلیون یورو به پارما گزارش نموده. بازیگری 26 ساله تا آخر موسم در پارما میماند. در خصوص خریداری باشد پارما با فوتبال باز شرطنامه مهلتش تا سال 2025 را نیز پس از انجام موسم درست نموده است. در موسم جاری سری آ باشد این حمایتگر تنها 3 بازی گذرانیده است. روزنه ترانسفری به محابا از جالبترین دوران در فوتبال جهانی است، اما بیشتری مخلصان تنها از گزارش‌های بزرگ پیگیر می‌شوند. ولی ما اینجا در فرجام برنامه از گزارش‌های فوتبال بازان درجه‌های بعدی هم کوتاه‌ک رسانه‌ای می‌کنیم و اینجا نخست تیم پارکر مهاجرت داخل آمریکایی از نیویورک رد بولز با هیوستون دینامو گزارش نموده گوگا باشد فامالیکانی پرتغالی را با ریو آوه عوض کرد، در حالی که دیویس به خاطر بیرمینگم انگلیسی شروزبری تاون این کشور را انتخاب کرد. همزمان ساناسیسی از امینی فرانسوی با سالرلیتانا ایتالیا گذر نموده. اریک باشد از برای جمع‌آوری مبلغ‌های بیشتر پالمیرس برزیلی را با چنچون یتانی چینایی عوض کرد. و این بود پایان برنامه نوبتی ترانسفر در عمل. تنسیت بمانید.